بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسل، ای پیغمبران، کلوا من الطیبات، بخورین از چیزهای پاکی. این رد شرک است در عمل، یعنی در عمل حکم مخلوق در خوردنی ها تطبیق نکنین. این چی است؟ و عمل صالحا، و اعمال صالحه بکنین. یقینا ما به ما تعملون، با آنچه که شما عمل میکنید، علیم بسیار با خبر هستم. و این هذه امتکم امه واحده، این امتی که ما بر شما گپ میزنم که امت اسلام هستن، از زمان آدم علیه السلام تا اکنون این یک امت واحده هست. و انا ربکم فاتقون، و ما رب شما هستم، پس تقوا بکنین، بترسین از الله و کار نکنین که شما را در اختلاف برتن. فتقطعوا، پارچه پارچه شدن، تفرقه کردن، از هم جدا شدن. چی کردن؟ تفرقه کردن و قطعه کردن. چی را؟ امرهم، کارهای خود را، بینهم، در میانشان، زبرن، به حزبای مختلف. سر خود به احزاب چی کردن؟ تقسیم کردن. این حزب راست و این حزب چپ و این حزب اسلامی و این حزب کافری و این حزب راستی و این حزب دروغ و این حزب چطورکایی. این مردم خیسن، اینی خود حزب و گروه ساختن. کل حزب بما لدیهم فرحون. باز هر حزب دیگه، هر گروه دیگه، با اون چیزی که پیش خودشان بود، بازو دیگه خوشحال بود که اساسنامه ما بسیار خوبش است و برنامه ما بسیار خوبش است، در حالی که خود همی حزب چی کرد؟ سبب تفرقه و جدایی بین امت شد. امت اسلام است، نیاز نداره که حزب سازی بکنه و حزب گرایی بکنه و تقسیم بندی به احزاب شوند. فذرهم، الله متعال میگه بگذارشان، فی غمرتهم، که دمی غفلت خود چی باشن؟ حتی حین، دمی غمره و غفلتشان تا یک زمان زندگی بکنن. ایحسبون، آیا می مردمایی که تفرقه میکنن، اختلاف میکنن، بیدینی میکنن، یا تو گمان میکنن انما نمدهم به من مال و بنین، که آنچه که ما بر از اینا میتیم، یعنی مدد میکنیم اینا را با مال و با فرزندان، وقتی برشان مال میتیم و فرزند میتیم، نصارع لهم فی الخیرات، باز ما در نیکی ها هم بر از اینا شتاب میکنیم. مال داشتن و فرزند داشتن دلیل رسیدن نیکی ها نیست، بلکه نیکی ها را خودت باید برای خود جلب کنی. بل لا یشعرون، مگه اینا شعور ندارن. ان الذين، یقینا مسلمانای حقیقی کسانی هستند که هم من خشیت ربهم مشفقون، که چی هستن؟ اینی صفات داشته باشن. بعضی از صفات مؤمنین موحد در اول سوره بیان شد. در اول سوره صفات مؤمنین گفته شد، حالا بعضی صفات دیگه از مؤمنان را میگه که ان الذين، یقینا کسانی که مؤمنای حقیقی هستن، اونا چی صفات دارن؟ هم ایشان من خشیت ربهم مشفقون، از ترس پروردگار خود بسیار مشفق هستن، یعنی ترسان هستن. همیشه توحید در خشیت را مراعات میکنن. توحید در خشیت چی است؟ که اینا از الله میترسن و از مخلوق نمیترسن. خشیت دو قسم است، یکی خشیت توحیدی هست که انسان از الله میترسه، یکی خشیت شرکی هست که انسان از به عوض الله از مخلوق میترسه. و قسم سوم هم داره خشیت، که او خشیت عادی هست، طبیعی هست، که یک انسان از یک چیز مضر مثل از شیر و پلنگ و ترا طبیعتا میترسه. این باز در توحید داخل نیست، این باز عادی هست، هر کسی را می داشته باشه. اما خشیت حقیقی که انسان از جلال و عظمت از او میترسه، در اونجا محبت و خوف و رجا می باشه، باز او خشیت توحیدی هست. اینا خشیت توحیدی دارن. یک، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. دومی است که اینا به آیات الله، به دلایل قدرت الله، چی ای آیات الله در قرآن باشه، چی آیات الله در احادیث باشه، چی آیات الله در وجود خودشان باشه و یا هم در عالم هستی باشه، به این هم ایمان می داشته باشن. والذین هم بربهم لا یشرکون. سوم صفت دیگهشان چی است؟ که اینا مؤمنین حقیقی کسایی هستند که بر رب خود، به خالق خود، در ذات و صفات و افعال و عبادت و اطاعت، در 5 چیز مخلوق را شریک نمی سازن.
والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجلة. اینا میگه دیگه صفت مؤمنا کی است؟ که اونا میدهند ما آتوا، آنچه که میدهند یعنی حق الله را درست انجام میتن. و قلوبهم وجلتون، با وجود از این هم قلبهایشان در ترس میباشند. انهم الی ربهم راجعون، یقینا که اینا به سوی پروردگار خود رجوع میکنند. اولئک یسارعون فی الخیرات، اینی مردمایی هستند که شتاب میکنند در نیکی ها. و هم لها سابقون، و ایشان در امی کار و نیکی های خود سبقت میکنند. ولا نکلف نفسا الا وسعها، و الله متعال میگه که ما مکلف نمیسازیم یک نفسی را. حالا بعضی کسا میگه که چرا بعضی مردم ها اشتباه میکنن، غلطی میکنن؟ میگه البته زورش نمیرسه، عبادت ها سخت است. الله متعال میگه نه، ولا نکلف نفسا، میگه ما مکلف نمیسازیم یک نفسی را الا وسعها، مگر به مو اندازه که توان داره. یک نفر استاده میتونه نماز بخونه، سرش نماز فرض استاده، سرش فرض است. یک نفر استاده نمیتونه نماز بخونه، میگه شش تکایی برات فرض است. یک نفر دیگه شش تکایی هم خوانده نمیتونه، میگه خیر از بمی پالو افتادگی که هستی همین قسم هم تو باش نماز خوانده میتونی. یک کسی رکوع سجده کرده نمیتونه، میگه خیر از باش اشاره هم. الله متعال میگه که ولا نکلف نفسا الا وسعها، ما مکلف نمیسازیم یک نفس را مگر به اندازه قدرتش. ولدینا کتاب، الله متعال میگه به نزد ما کتاب است که ینطق بالحق، که ای بیان میکنه به حق، توحید بیان میکنه. و هم لا یظلمون، در قسمت از هیچ وقت ظلم نمیشه. بل قلوبهم فی غمرة، بلکه قلبای خود از اینا در غفلت است. من هذا، از قرآن و از سنت. ولهم اعمال من دون ذلك، بازیا اعمال ساختگی دیگه دارن که بغیر از این انجام میتن. هم لها عاملون، که باز او را عمل میکنن. حتی اذا اخذنا مترفیهم، باز الله متعال میگه که باز ما شروع کنیم اول امور رهبریت و سیاستمدارا و پولدارا و سرمایه‌دارایشان را بالعذاب، به عذاب بگیریم. اذا هم یجعرون، بازیا چیغ میزنن، اما تو چون چون میکنن. جعر چی را میگه؟ چونس میکنن، نمیگه اگه تو بعضی حیوانات ببین که سرش فشار بیاره، میگه باز خود حیوان وره تو چون چونک میکنه. لا تجعروا اليوم، امروز دیگه بسیار چیغ و فریاد و صدا و چون چونک نکنین. انکم منا لا تنصرون، شما کسایی بودن که قبلا از ما نصرت نمیخواستین، خودتان میگفتین که خود ما قوت داریم، خود ما بالای خود باور داریم. قد کانت آیات تتلا علیکم، الله متعال میگه یقینا آیات ما، دلایل ما تلاوت میشد بالای شما. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، باز شما بر عقیبتان چی میکردین؟ اعراض میکردین، پشت سر میرفتین، برگشت میکردین. چرا برگشت میکردین از شنیدن قرآن و سنت؟ مستکبرین بهی، بسیار تکبر میکردین که ما نیاز نداریم به این قرآن، ما نیاز نداریم به این سنت، خود ما صاحب اندیشه هستیم، خود ما صاحب فکر هستیم. حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم، با عقل خود حکومت میسازیم، با عقل خود قانون میسازیم، با عقل خود تطبیق میکنیم. این گپای تکبری را میدن. سامرن تهجرون، این احکام الله را میگفتین، این خود قصه ها هستی، گپا اضافی هست. تهجرون، از پیش از این دور خدا میساختین. افلم یدبروا، آیا اینها تدبر نمیکنن القول، امی کلام الله را؟ ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین، یا ای که آمد برشان آنچه که نامده بود بر پدرای اولیشان. ام لم یعرفوا رسولهم، یا ای که نفهمیدن، نشناختن رسول خود را. فهم له منکرون، بازیا از او انکار میکنن. ام یقولون به جنه، یا میگن که به این پیغمبر که از دیوانگی هست. بل جاءهم بالحق، در حالی که این پیغمبر، بلکه این پیغمبر آورده برشان حق توحید. و اکثرهم للحق کارهون، اکثریت از اینا توحید خوش ندارن. بسیاری کسا که هست میگه بر ما از توحید گپ نزن، وحدانیت الله را بیان نکو، شرک نگو، چوری گپا را میزنی؟ دیگه قصه بگو، شعر بگو، فکایی بگو، یگان قصه بگو خوش ماشه. میگه یا امیر للحق کارهون ولو اتبع الحق اهواءهم، اگر میگه که امی شریعت الله مطابقت میکرد اهوا و خواهشات از اینا را، احکام الله و شریعت الله مطابق خواسته های از این میامد، باز چی میشن؟ الله متعال میگه لفسدت السماوات والارض، باز آسمان زمین فاسد میشد. چرا یا خود چیزهایی را تقاضا دارن که
و من فیهن و هر چیزی که در آسمان و زمین است کلش فاسد میشدن. چرا اینا کارایی میکنن که او را سبب فساد زمین و آسمان میشه. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. بلکه الله متعال میگه ما دادیم ایشان را به ذکرهم، با نصیحت و شریعت را که فهم عن ذکرهم، اینا از امی یاد کردن شریعت، از شریعت الله معرضون، اعراض میکنند. ام تسألهم خرجا، بعضی کسا میگه شاید این گپای پیغمبر یا قبول نمیکردن. البته پیغمبر از پیش از اینا یا دعوتگر اسلام از پیش از اینا پیسه مطالبه میکرد، یا به خاطر که پیسه نداشتن. الله متعال میگه ام تسألهم خرجا، ای رسول الله صلی، آیا تو از اونا تقاضا میکردی کدام مزد یا پول یا اجوره؟ پیغمبر هیچ وقت این چیز تقاضا نمیکرد. فخراج ربک خیر، اجوری که الله بر تو میته، او مزد و پاداش که الله رب تو بر تو میته، خیرون بهتر است. و هو خیر الرازقین، الله متعال بهترین رزق دهنده ها هست. و انکم لتدعوهم الی صراط مستقیم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو اونا را دعوت میکنی به طرف راه مستقیم. و ان الذين لا يؤمنون بالآخره، اما کسانی که به آخرت ایمان ندارن، عن الصراط لناکبون، اینا از راه درست چی هستن؟ یک طرف هستن یا دور هستن، و یا هم میلانشان به دیگه طرف ها هست. و ان الذين لا يؤمنون بالآخره و ان الذين و یقینا الذين کسانی که لا يؤمنون بالآخره، ایمان با آخرت ندارن، عن الصراط از راه مستقیم لناکبون، اونا میل میکنن به طرف راه های غلط. ناکب یعنی کسی که میل میکنه به کجی یا میلان میکنه به طرف غلطی ها. ولو رحمناهم، الله متعال میگه اگر ما بالای از اینا رحم بکنیم، و کشفنا و دور بکنیم ما آنچه را که بهم در وجود از اینا هست، من در از کدام تکلیفی، للجوا فی طغیانهم، اونا دوباره اصرار میکنن، لج میکنن، لجوع میکنن، اصرار میکنن به چی؟ بمو فی طغیانهم، دامو سرکشیشان، یعمهون که خوب دو سرگردان و غرق می باشن. ولقد، الله متعال میگه ولقد اخذناهم بالعذاب، یقینا که ما اینا را مؤاخذه کردیم، گرفتیمشانه، بالعذاب، به عذاب، فما استکانوا لربهم، وقتی که عذاب الله نازل میشه دو قسم مردم هستن. یک قسم مردم های دیندار هستن که وقتی یک سختی، یک مصیبت سرش میه فوراً رجوع میکنن به طرف رب خود، به طرف الله مراجعه میکنن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اگه برشان کدام مصیبت میرسید فوراً سر اعمال خود تجدید نظر میکردن که مصیبت حتما ما کدام اشتباهی کردیم، کدام غلطی کردیم که این سبب شده که الله سر ما عذاب نازل کرده. اما انسان‌های بیدین برعکس از این، وقتی که بالایشان عذاب نازل میشه فما استکانوا لربهم، باز اینا عاجزی نمیکنن به پروردگار خود، رجوع نمیکنن به پروردگار خود. و ما یتضرعون، و نه هم تضرع و زاری و عذر پیش میکنن. پس فرق از بین مؤمنین و بین از کافرایی که با وجود ازی که عذاب سرشان نازل شود هنوز هم طغیان میکنن، سرکشی میکنن، هنوز باز غضب الله را بر خود بیشتر جلب میکنن. حتی الله متعال میگه تا زمان اینا جنایت میکنن و توبه نمیکنن و رجوع نمیکنن، اذا فتحنا، وقتی که باز بکنیم، علیهم بالایشان، بابا ذا عذاب شدید، تا او وقت یا به می جنایت خود و جرم خود و گناه خود ادامه میتن، تا که الله متعال میگه باز دروازه عذاب سختری را بر از اینا باز بکنیم. اذا هم فیه مبلسون، باز او وقت اینا چی میشن؟ ناامید میشن. یعنی از این آیت ما شما تو درس میگیریم که سر یک انسان یک سختی، یک تکلیف، یک مصیبت میه، و این مصیبت که وقت سر انسان میه بر امتحان است. این مصیبت سر انسان وقتی میه که از انسان یک اشتباه و یک غلطی رخ میده. پس انسان مؤمن متوجه میشه که والله این مصیبت سر ما آمد، ما باید به بارگاه الله رجوع بکنم و از این اشتباه خود توبه بکنم. اما انسان‌های بیدین اینا در همین جرم جنایت خود
ادامه میتن تا زمانی که سر از اینا دروازه سختتر عذاب، باز وقت عذاب بزرگ را الله میره که او عذاب باز بسیار سخت میشه، باز یا دیگه ناامید میشن. و هو الذی، و الله ذاتی است، و هو و او یعنی الله متعال، الذی او ذاتی است که انشأ آفریده هست، خلق کرده است، لکن برای شما، السمع حس سامعه، والابصار و حس باصره چشمان شما، والافئده و قلبهای شما را هم الله خلق کرده. قلیلا ما تشکرون. این مردم بسیار کم به توحید مراجعه میکنن. پس این مردمایی که بیدین هستن، با وجود از اینکه الله متعال برشان حواس خمسه را خلق کرده، قلب برشان خلق کرده، نعمتهای خود را نازل کرده تا که اینا استفاده بکنن، لکن قلیلا ما تشکرون. بسیار کسایی که شکر الله را میکنن و بزرگترین شکر نعمتهای الله توحید است. بسیار کم اینا موحد میشن، بسیار کم اینا به نعمتهای الله سپاسگزاری میکنن. و هو الذی، و الله متعال ذات است که ذرأکم فی الارض، شما را منتشر ساخت، شما را پراگنده ساخت، شما را تیت کرد، فی الارض در زمین، و الیه تحشرون، و به سوی الله متعال شما حشر میشین، جمع میشین. و هو الذی، و الله متعال ذات است که یحیی زنده میکنه و یمیت و میمیراند، و له اختلاف اللیل و النهار، و تصرف تغییر شب و روز، تبدیل کردن شب و روز هم به قدرت الله است. الله متعال دلایل قدرت خدا، دلایل ای که الله خالق آسمان ها و زمین و خالق انسان ها هست بیان میکنه. دلیل ای که الله زنده کننده هست، دلیلی که الله میراننده هست، دلیلی که الله متعال تغییر دهنده و مالک متصرف زمین و آسمان، شب و روز، همه اینا الله هست. افلا تعقلون. پس شما چرا معقولانه، با تعقل، با دانش، با فهم، با درک، شما این مطالب دربارش تحقیق و فکر نمی کنین؟ بلکه این مردم های بیدین قالوا سخنای میگن مثل ما قال الاولون، مثل امو انسان های عقب مانده، انسان های تاریک فکر، انسان های کهنه فکر سابقه. انسان های کهنه فکر سابقه چی بودن؟ امو دلائل پوچ و بی ارزش را میگفتن. چی میگفتن؟ قالو میگفتن اذا متنا، وقتی که ما بمیریم، و کنا ترابا، و ما تبدیل شویم به خاک، و عظاما و استخوان ها، اینا لمبعوثون، باز بعد از ما دوباره زنده میشیم، دوباره برانگیخته میشیم. لقد وعدنا نحن و آباؤنا، باز میگن که وعده داده شده از بر ما و پدران ما، هذا من قبل، ای قبلا هم بر ما ای وعید و ای سرزنش ها بیان شده بود. این هذا الا اساطیر الاولین، باز میگن که ای قرآن و ای سنت، ای دین که است، اساطیر است، قصه های اولین سابقه هاست. قل برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لمن الارض و من فیها. شما که میگین ما از عقل خود کار میگیریم، صاحب فکر هستیم، پس مالک زمین کی هست؟ از کسی که ادعا بکنه که ما زمین پیدا کردیم بغیر از خالق متعال، این زمین از کی است؟ و من فیها، و این مخلوقاتی که در زمین است شما میبینین، چی انسان ها هستن، چی حیوانات هستن، چی جامدات هستن، چی مایعات هستن، چی گازات هستن، این مخلوقات که خلق کرده. ان کنتم تعلمون، اگر شما حقیقتا علم و دانش دارین. این مردم سیقولون، باز خودشان میگه که لله، بله این زمین و آنچه که در زمین است، این مخلوقات مربوط الله هست، بله اینا را الله خلق کرده. قل برشان بگو افلا تذکرون، پس چرا پند نمیگیرین؟ پس چرا از صفات الله باز منکر میشین وقتی که همه از اینا از الله هست؟ چون مشرکین ابو جهل، ابو لهب، مشرکین عادتشان است که به ربوبیت الله اونا یقین داشتن. ابو جهل میگفت که الله خالق آسمان ها و زمین است، ابو لهب هم میکنه میگفت، اما اونا مشکلشان ای بود که باز اونا در عبادت الله مشکل داشتن. یکی توحید ربوبیت است، الله خلق کننده است،
ابو جهل، ابو لهب، مشرکین کلشی را میگه بله الله ما را خلق کرده، خلق کننده آسمان و زمین که اسم میگه الله هست. خیلی مشکلشان در چی است؟ مشکلشان در این است که باز امو الله که او را خالق میپذیرند باز بر از او عبادت نمیکنند، امو الله که او را خالق خود میپذیرند باز شریعت از او را قبول نمیکنند. پس مشکلشان در توحید الوهیت است. اینمی الله متعال میگه قل من رب السماوات السبع، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ابو جهل بگو، بر ابو لهب بگو، با امیه بن خلف بگو، و دیگه مشرکین که هستن برشان بگو که رب یعنی خلق کننده آسمان های هفتگانه، من رب السماوات السبع. کی است خلق کننده آسمان های هفتگانه؟ و رب العرش العظیم. و کیست رب عرش بزرگ؟ یعنی خلق کننده عرش بزرگ کی هست؟ این مشرکین الله متعال میگه که چون اینا بر ربوبیت الله تسلیم هستن سیقولون لله، زود میگن که برای الله هست. پس وقتی که میگن برای الله هست قل برشان بگو افلا تتقون، پس شما چرا تقوا نمیکنین، نمیترسین؟ چرا نمیترسین؟ چرا میری زیر پای مخلوق سجده میکنی؟ چرا برای بت سجده میکنی؟ چرا برای قبر سجده میکنی؟ چرا با یک مخلوق زنده رکوع و سجده میکنی؟ چرا قانون مخلوق به عوض شریعت الله تطبیق میکنی؟ وقتی که میفهمی که خالق آسمان ها و زمین الله هست، اینمی فرق است بین مشرک و بین کافر. کافر مطلقا خالق نمیپذیره، میگه آسمان و زمین یا کلش کس یا کلش چی هسته، این کلش هم میگه. کافرها میگن که این کل زیر چیز خلق کرده. چی شده؟ میگه تصادف است. آسمان هم تصادفی آمده، یا هم تصادفی آمده، یا وک آمده میگه هم تصادفی است، گلاس یا هم تصادفی است، خیا وک من میخوره میگه یا هم تصادفی است دیگه. خو گلاس هم میگه یا هم تصادفی است. قلم نیست چی است؟ میډ ان چاینا است. خودت قبی عقل هستی که خودت تصادفی استی و این قلمت چی داره؟ میدن داره. پس کافران مطلقا انکار میکنن. مشرکین توحید ربوبیت قبول داره. توحید سه قسم است. یکی ربوبیت است، افعال الله هست، خلق کننده، روزی دهنده، یا را قبول دارن، زنده کننده، میراننده. یکی دوم قسمش توحید الوهیت است. الوهیت باز دو بخش داره، توحید عبادت است و توحید اطاعت. مشکل مشرکین در چی هست که توحید ربوبیت قبول دارن، میگن که الله خلق کننده هست، اما توحید الوهیت باز قبول ندارن. باز میرن به عوض الله با بتها، با قبرها، با مجسمه ها، با سنگ و با چوب و با فلانی یا سجده و عبادت میکنن. و یا به عوض شریعت الله میرن قانون فرعون، قانون هامان، قانون پدرای خود، قانون دارالندوه، قانون جاهلیت، این قانونا را قبول میکنن. خب قل باز الله متعال میگه برشان که من بیده ملکوت کل شی، بگو بر از این مشرکین که حکومت که در کائنات و در جهان هست، تحت از این حکومت آفتاب است، مهتاب است، سیارات است، کهکشان ها هست، کل چیز حکومت از این به دست کی هست؟ و هو یجیر، و او ذاتی که دیگران را پناه میده، ولا یجار علیه، و بر او کسی پناه داده نمیشه. این کنتم تعلمون، اگر شما میدانین. بازی مشرکین بگن سیقولون لله، باز میگه این هم مربوط الله هست. قل فانا تسحرون، پس شما از کدام جایی هستین که مغزتان سحر شده؟ آیا خیلی مغزتان جادو شده؟ بلکه آتیناهم بالحق، الله متعال میگه که آوردیم برشان بالحق توحید را، و انهم لکاذبون، بازی‌ها دروغگوی هستند. چرا؟ مشرکین در عبادات 50% میکنن. میگه 50% برای الله عبادت میکنیم، قبول میکنیم، میگه ما الله را قبول داریم، آسمان و زمین الله خلق کرده، نماز روزه عبادت میکنیم. خب 50% دیگه آلینی دوستای الله هست. این مجسمه را که ما ساختیم، این مجسمه یک ولی الله هست، این مجسمه یک پیغمبر است. لات و منات و هبل اینا کلشان شخصیت های خوب بودن. شما اولیاء الله قبول ندارین؟ ما 50% عبادت برای الله میکنیم، 50% عبادت برای کی میکنیم؟ با اولیاء الله میکنیم. این مجسمه کسی خود دوست الله هست. مجسمه عیسی مسیح را جور کرده بودن، میفتنی دوست الله نیست، پیغمبر الله نیست. مجسمه ابراهیم علیه السلام در داخل کعبه مانده بودن، میفتن این پیغمبر الله نیست. اسماعیل علیه السلام پیغمبر الله نیست. این 360 مجسمه کس میگفتن 360 ولی از اولیاء الله هستند.
شما اولیاء الله را قبول ندارین؟ در حبشه که میرفتی قبرها بود جور کرده بودن، میفتنی قبر فلان شخص هست، قبر فلان ولی هست، ما میریم برای رکوع میکنیم، سجده میکنیم، برش نظر میبریم، شما این قبول ندارین؟ رسول الله صلی الله علیه و برشان گفت که اسلام این قسم نیست. اسلام همین است که لا اله، نیست هیچ معبودی به حق، هیچ کس، نه بت، نه مجسمه، نه قبر، نه ولی، نه نبی، نه پیغمبر، نه ملائکه، هیچ کدام از یا مستحق عبادت نیستن الا الله، بغیر از الله. این حال الله متعال میگه که بل آتیناهم بالحق، ما بر از اینا حق آوردیم و توحید آوردیم. چی معنی؟ توحید حقیقی است که تو باید تمامی اقسامش قبول بکنی. در ربوبیت الله را قبول بکنی، در پالوی از در الوهیت الله هم باید قبول بکنی. عقیده و فکر و اندیشه تجزیه نمیشه. تو نمیشه که مثلا اگر نفر بگه نماز صبح ما در مسجد میخوانم، پیشین ما در کلیسا میخوانم، دیگر ما میرم در مندر میخوانم، والا ما میخوایم که همه تو کلشه، قسمی نمیشه. یا باید مسلمان خالص باشی، اما اون دو هم تو را قبول نمیکنه، بگی من میخوایم اون دو باشم، هم بیایم مسلمان باشم، میگه نه بدارم یک راه را بگی صحیح هسته. متوجه هستی؟ از این خاطر امی امریکایی هم که هست میگه نه ما این قسمی قبول نداریم که تو بگی من مسلمان هستم و هم فلانی هستم. یک راه را بگی. اینمی دموکراسی را قبول داری، اینمی حکومت مردم توسط مردم برای مردم، حاکمیت مردم، اینمی انسان خدای ماست، اینمی انسان خداست. امیر قبول داری یا نداری؟ اینمی برات قانون میسازه. اگر قبول داری خوب چوکی، خوب مقام، خوب زندگی، خوب همه چیز. نداری تمام فشارها رو سرت میارم تا که قبول بکنی. این حال بعضی کسا هست فکر میکنه که ما میتونیم که دین تجزیه بکنیم، فکر تجزیه بکنیم، اندیشه را تجزیه بکنیم. میگه نه ای گپ میگه، ای گپ چی است؟ ای گپ غلط است. بس الله متعال میگه بل آتیناهم بالحق، بلکه ما بر از این آوردیم توحید را، و انهم لکاذبون، یا دروغ میگن، یا خالق صحیح قبول ندارن. تنها همه قدر قبول دارن که خلق کننده هست. خیلی عروسی تو چطور میکنه؟ میگن عروسی رواج، مردت رواج، عبادتت بدلم، قانون بدل خودم. این الله متعال میگه دروغ میگن. اگر کس مؤمن حقیقی باشه باید تمام احکام الله را قبول بکنه. ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. اونجا بعضی کسای دیگه مثلا نصرانی ها بودن، باز میگفتن که نه الله عیسی پسر مریم کسی بچه الله هست. مشرکین میگفتن که ملائکه دخترای الله هستن. یهود میگفتن عزیر بسیار شخص خوب بود و این فرزند الله بود. الله متعال میگه ما اتخذ الله من ولد، الله متعال هیچ فرزندی نگرفته هست. و ما کان معه من اله، هیچ وقت امرای از او معبود دیگه نبوده. چرا اینا میگفتن وقتی که فرزند بگیره باز فرزندش هم به اله مبدل میشه. چه قسم اله مبدل میشه؟ میگه درست است عیسی مسیح انسان بود، باز در وجود ازی چی شد؟ پرنده داخل شد، حلول کرد که این روح القدس بود. این پس دایی میگه روح الله داخل شد، این انسان بود، از انسان مبدل شد به چی؟ به اله. عقیده حلول اساس عقیده نصرانی ها است که میگه انسان اول انسان میباشه، باز پسان چی میشه؟ العیاذ بالله میگه الله در وجود ازی داخل میشه، بازی انسان از ناسوت مبرایه، از انسانیت باز لاهوت میشه. الله متعال میگه که ما اتخذ الله من ولد، الله متعال فرزند نگرفته، و ما کان معه من اله، به امرای ازی هیچ معبود دیگر نیست. اگر می بود اذن لذهب كل اله بما خلق، باز هر معبود میرفتن با او چیزی که او را خلق کرده. باز آفتاب یک کس خلق میکرد، زمین دیگه کس خلق میکرد، مهتاب دیگه کس خلق میکرد. ولا علی بعضهم علی بعض، باز یک معبود بالای معبود دیگه خدا علا بزرگی میکرد. او میگفتم روز باشه، این همیاله بود، دیگهش میگفت نه من نمیمانم که روز باشه، من میخوام که شب باشه. بازی نظام کلش چی میشد؟ از بین میرفت. از این خاطر دانشمندای بزرگ ساینس، یک ساینسدان بزرگی که میگه من مسلمان شدم، علت مسلمانیم امی بود که این کهکشان ها را فهمیدم که ایره خالق خلق کرده. پسان به اساس عقل خود و به اساس ساینس و علوم ساینسی من فهمیدم که وقتی آفتاب با وجود انسان سازش داره، وقتی که درخت ها میوه ها با میدیم سازش داره، معلوم میشه که خالق آفتاب و خالق زمین یکی است.
خالق میوه و خالق میدی ما یکی هست. چرا؟ اگر این آیت قرآن میره میگه که اگر کل معبودای زیاد میبود هر کدامش سر دیگه خدا چی میکرد؟ برتریت میداد. دو میگه و ما چی آفتاب ما خلق کردیم، انسان مخلوق تو هست، به ما چی که در میگیره؟ ما و شما یک دقیقه جیجق میشدیم، یک خالق خلق میکرد دیگه جیجقش میکرد. اما ای که او آفتاب هست و ما و تو هم هستیم، معلوم میشه که خالق آفتاب و خالق ما و تو خالق یگانه هست. الله متعال میگه اگر این قسمی بود که امرای الله متعال معبودان دیگه می بود، لعلا بعضهم علی بعض. علا چی معنی؟ یعنی بزرگی میجست، برتریت میجست، کلانکاری میکرد، خدا عالی میدانست بعضی از این معبودا بالای بعض معبود دیگه. او میگفت من چرا گپ تو را قبول بکنم؟ یک معبود تو هستی، یک معبود من هستم، ما نمیخوایم که این انسان باشه. یک نفر میدیدی یکیش میامد میگه فیلم مرد باشه و دیگه میگفت نه زن. یک دقیقه فکرت نمیبود که زن شدی، 5 دقیقه باز میگه مرغ شو. ای نه یکی دیگه. اینا خوب تعدد الهه خمیر معنا را میته که یک مخلوق هر کدامش زور داشت. او میگفت که انسان و دیگهش میامد میگفت نه حیوان. یک دفعه سعی میگه که دم کشیدید، دیگه دفعه باز میگفت که و دیگهش میامد میگه پشک. سهل میگه وای پشک شدم. این چی حالت است؟ الله متعال میگه امی که تو انسان هستی به حیوان و به پشک و به دیگه چیز مبدل نشدی، معلوم میشه که خالق تو ذات چی است؟ یگانه هست و هیچ کسی بالای امر ازی امر کرده نمیتونه. اونم خالق است که اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. تو را گفت که انسان باشی، انسان شدی. اون دیگه را گفت که حیوان باشه، او حیوان است. آفتاب گفت که تو آفتاب هستی، هر قدر انرژی زیاد داری لکن بر از این انسان به مو اندازه انرژی بده که این استفاده بکنه اما درش نتی. و سخر لکم الشمس والقمر. این خالق باز چی کرد؟ آفتاب بر شما چی ساخت؟ مسخر ساخت. چی معنی مسخر ساخت؟ یعنی آفتاب بر تو در خدمتت است، انرژی ضروری که در وجود تو نیاز به ویتامین دی داری او رو بر تو تولید میکنه در وجود تو، اما تو رو در نمیته. این مسخر ساختنش است. این الله متعال امی دلایل بر انسان ها میگه که شما اگر خدا میگه ما بسیار عاقل هستیم، فهمیده هستیم، ببینین هر مخلوق و وجود هستی دلیل از بچی به وجود الله و وحدانیت الله متعال. خب سبحان الله عما یصفون. الله متعال میگه پاک است الله از آنچه که اینا توصیف میکنن. گاهی میگن که در وجود از انسان الله داخل شده، میگه الله از این پاک است. گاهی میگن الله فرزند داره، از این الله پاک است. گاهی میگن تعدد معبودات است، این معبود است وام است وام است. الله متعال از تمام آنچه که اینا توصیف میکنن این چی است؟ از این پاک است. عالم الغیب و الشهاده. الله متعال عالم غیب و شهاده هست. پس فرق علم انسان با علم الله چی است؟ انسان علمش ناقص است، علم الله کامل است. علم انسان محدود است. ما در رشته خود عالم هستم، تو در رشته خود عالم هستی. الله متعال علمش شامل تمامی امور است. علم ما و تو به ظاهر است. ما ظاهرا تو را میبینیم میگم بسیار خوب آدم هستی، اما الله از قلبت میفهمه که تو خوب آدم هستی یا کدام آدم خطرناک و جنجالی و بد اخلاق هستی. این حال الله متعال که از علمش با علم انسان فرق میکنه که الله عالم الغیب و الشهاده. الله عالم الغیب است، هم آنچه که در قلبتان و آن چیزایی که غایب است او را میدانه، و شهادتی و هم چیزایی که آشکار است الله میداند. فتعال عما یشرکون. الله بسیار مقامش عالی هست از آنچه که با او شریک میسازن. از این جادوگرایی که اونا میگه ای جادوگرام علم غیب دارن، اینی فالبین هم علم غیب دارن، اینی که تعویض میته یا علم غیب دارن. او باز ادعا میکنه که صاحب یک هفته بعد سر تو این مشکل میایه. این حال وقتی که گفتش یک هفته بعد سر تو مشکل میایه، الله متعال میگه که اینمی علم غیب الله را به این مخلوق میتن. الله متعال بسیار چی از عالی است مقام از او، از آنچه که اونا مخلوقات را که با امر از چی میکنن شریک میسازن. قل ربی، بگو رب ما که است، اما ترینی، اگر بنمایی ما آنچه را که یوعدون با ایشان وعده کرده می شود، رب ای پروردگار من، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اینجا به رسول الله صلی الله علیه و و به تمام مسلمان ها تو یک ادبی را در مقابل الله تعلیم میده. میگه شما بگوین که ای پروردگار
اگر آنچه را که تو بر از اینا وعید میتی، اینا را سرزنش میکنی، به چی؟ به ای که اینا به کدام عذاب مبتلا میشن، اگر اینا را سرشان کدام عذابی را نازل میکنی، پس پروردگارا چی کو مرا در جمله از اینا داخل نکو. متوجه هستین؟ یعنی اللهم، باز رسول الله هم دعا میکرد، میگفت که اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنی الیک غیر مفتونین. پروردگار اگر بر بنده هایت یک امتحان را میاری، امتحان سختی که باز از او هیچ کس نجات پیدا کرده نمیتونه، باز وقت پروردگار روح مرا قبض بکو که من در او حالت قرار نگیرم. ای چی میگه؟ میگه بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله ربی، ای رب من، اما تورینی، اگر نشان بدی برای من ما او عذابی را که یوعدون وعده داده می شود، این مردم برشان گفته شده، ربی باز ای پروردگارا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، باز مرا در جمله از قوم ظالما قرار نده که عذاب بالای من همچی شود، نازل شود. اگر روز میشه که باز نشان میتی که عذابت که سر از اینا نازل کردی، پس پروردگارا مرا در جمله بنده های صالح، کسایی که سرشان عذاب نازل نمیشه، در اون جمله محاسبه بکن. و اینا علی ان نریک، الله متعال میگه و ما با آن چیزی که نشان میدیم تو را، ما نعدهم، یعنی الله متعال میگه که ما به نشان دادن او چیزی که ما نعدهم وعده دادیم برایشان لقادرون، قدرت داریم. الله متعال میگه این قدرت ما هست که او عذابهایی را که بر از اینا وعده میتیم، این عاجل سر از اینا چی کنیم؟ بیاریم و همه از اینا را هلاک بسازیم. اما الله متعال میگه این ما چرا نمیاریم این عذابه؟ به خاطر ازی که عدالت الهی تقاضایی را میکنه که برای هر کس فرصت داده شود. حالا اگر مثلا یک نفر، یک استاد است، مثالش براتون بگیم دقیق بفهمین، اگر یک معلم دمی صنف یک حرکت میکنه، مجرد استاد پرسانش میکنه بگو درس دیروزه یاد نداشتی، خلاص دیگه تو من جدول نشه کردم، ناکام هستی. بازی شاگرد میگه استاد یک روز من اشتباه کردم، اگر شما مرا وقت میدادین هفته دیگه یاد میگرفتم، تا ختم سمستر کوشش میکردم، خود اول نمره جور میکردم. پس اینال استاد به خاطر از اینکه عدالت در مقابل از این مراعات بکنه، دمی غلطی اول و دومی را محکم نمیگیره، بلکه برای چی میته؟ فرصت میته. یا یک جوان از صنف شوخی میکنه. ما یک روز یک شاگرد بود بسیار در صنف شوخی میکرد، از مکتب که آمده بود شوخ بود، دموجم اینجا شوخ است. من چیز نگفتم، گفتم بچه نامکت چی است؟ گفت فلانی. گفتم نام پدرجانت چی است؟ گفت فلانی. یه کاغذه که در جیب ماندم، آمد پشت سر من گفت استاد این چی است؟ من گفتم من استاد یک لیست سیاه داره، خودت در لیست سیاه ما داخل شدی. باز گفت استاد اگر مرا فرصت میدادی، این روز اول بود. من گفتم برو خیر است، روز اول استاد خوش طبیعت است و مزاح میکنه، خیر است. من مزاح کردم، مسخرگی کردم. باز من گفتم بچه جان این جای مزاح و رشخندی و ساتری نیست، خیر چطور کنم؟ گفتم خیر است تو برو خدا جور کو، باز از لیست سیاه خلاص میشیم. اینال الله متعال میگه که ما این انسان هایی که گناه میکنه در مورد لحظه گناه ما میتونیم میره هلاک بکنیم و سرش عذاب نازل کنیم، لکن برش فرصت میتیم 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال. مثل فرعون وارد سعی کن بردگاه الله یک پیغمبر فرستاد، برای فرعون چند تا؟ 2 پیغمبر روان کرد و برشان گفت برین خیر است، با وجود اینکه گپای زشت میگن شما برش سخنای نرم بگوین. متوجه هستین؟ و الله متعال باز برش حکومت هم داد، قدرت هم داد، همه چیز برش گذاشت. این الله متعال شما سعی کنین به بسیار طغیانگر سعی کنی که موتر بسیار لوکس داده، خانه بسیار خوبش داره، از ما و تو که بسیار خوب پیسه دار هست. این کلش چی است؟ به خاطر از اینکه الله متعال وقتی که در روز قیامت بازم را از این محاسبه میکنه، بازو وقتی که دلیل نداشته باشه که سعی مر 1-2 روز وقت نمیده، یعنی 80 سال وقت داده میتونه، 70 سال وقت داده میتونه. یگان تا رو ببینی مثلا در وقت طالبا اینقدر ریش داشت، کتا خوب لنگی کلان هم زده بود، 5 وقت نماز میامد. وقتی که حکومت کرزی آمد چپا تراش کدیره، ما میفتیم سعی که چقدر خوب آدم است، خبر نداشتیم که ریش از این ریش چی بوده؟ ترس از خالق نبود. ترس از کی بوده؟ از مخلوق بوده. از خارج صدای ساز نمیامد، مجرد که همین حکومت از رفت حکومت دیگه آمد که دنگ دم 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 برادر.
این چطور یک دفعه شدی؟ تو چند ساله هستی؟ سنت سعی کن. یک کمکی که پیشتر آمد بیخی دموکرات شد صاحب. دخترها را هم صاحب لچ کرد و زن هم صاحب بیرون روان کرد. دخترش صاحب یک شبی در فرانسه روی کرده بود، دیگه در مؤسسه است و در فلان است، پشت محرم و یا پای در قصهش نیست. این الله متعال میگه که اینمی انسانها را ما میبینیم، لکن برشان چی میتیم؟ فرصت میتیم که باز نگوی سوار روز که پروردگار ما یک گناهگاه کرده بودم، اگر من فرصت میدادی باز من بسیار خوب آدم میشدم. خب در صنف 9 لوده بودی نماز نمیخواندی، صنف 10 لوده بودی نماز نمیخواندی، صنف 11 لوده بودی نماز نمیخواندی، صنف 12 لوده بودی نماز. حالا در پانتون آمدی، حالا خاص لودگی بفت، حالا هوشیار شو. این حال بسیاری کسا هست که اینمی چی هستن؟ مشکلشان هست. حال خیر رسول الله صلی الله علیه و میگه چی کن؟ این مردم بد اخلاقی میکنن، این مردم شما را دشنام میته، این مردم مثلا بی حیایی میکنن، این مردم کارهای خراب میکنن. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر هر فرد مسلمان توصیه میکنه، میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه. چی معنی؟ میگه ادفع مقابله بکو، دفع بکو، بالتی هی احسن، به آنچه که حسن نه بلکه احسن است، بسیار عالی هست. السیئه تمام زشتی ها را. سعی کنین اخلاق چند مرتبه داره؟ یک اخلاق است، مرتبه اول اخلاق در نظام اخلاقی اسلام، یک اخلاقی است که مثلا فلان شخص است برای کس ضرر نمیرسانه، ما بر خودت ضررم نمیرسه، صاحب اخلاق است. میگه تو صاحب اخلاق هستی، خب اخلاقه که 10% است. میگه اگه میخوایم که اخلاق مزید که عالی تر باشه، میگه چی است؟ میگه اخلاقت اگه میخوای عالی باشه ای است که اگر او بر تو ضرر رسان، حالا مثلا شیخ حامد برای من ضرر نمیرسانم، من هم برای شیخ حامد ضرر نمیرسانم، حالا من چی هستم؟ میگه تو خوب آدم هستی. میگه خی خوب از این که اخلاق بلند کدام است؟ میگه اخلاق بلندی است که اگر او بر تو ضرر رسان تو برش ضرر نرسانی. خیر تو ضرر رساندی من نمیرسانم، فهمیدی یا نه؟ تو ضرر رساندی در اول اردو ضرر نمیرسانه. اخلاق یکم بلندترش است که او ضرر میرسانه، من ضرر نمیخوایم برسانم. میگه اخلاق من چطور است؟ میگه از تو 50% است. او هنوزم نه. میگه خیزو که در خوبترش چی معنی هست؟ میگه خوبترش است که او بر تو ضرر برسانه، تو به عوض ضرر رساندن برش منفعت برسانی. این باز اخلاق عالی هست. چطور؟ مشرکین میخواستن رسول الله صلی الله علیه و سلم بکشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست که اونا در جنت بره. اونا ضرر میرساندن و حتی برنامه قتلش هم میساختن و رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه چی رو برشان میساخت؟ برنامه قتل برشان نمیساخت، بلکه برنامه چی رو جور میکرد؟ شو دشمنای اسلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی برنامه میساختن؟ که ایره بکشن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم شو برنامه میساخت بر از اینکه چه قسم اینا هدایت شون به جنت الله برن، چه قسم اینا شخصیت های عالی شون، چه قسم زندگی از اینا عالی شون. پس اینی هست که ادفع بالتی هی احسن، یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم مقابله بکو اعمال زشت از اینا را با امو اخلاق بسیار عالی تو، که او چی است؟ که اونا ولو که بر تو برنامه کشتنت را دارن، تو بر از اونا برنامه چی را بساز؟ برنامه که اونا را به جنت ببری، اونا را اصلاح بکنی، اونا را به از این خاطر وقتی که سران قریش آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تو چی میخوایی از ما؟ چی میخوایی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من میخوایم که شما اینی کلمه را بگوین که باز رهبریت عرب و عجم از شما شود و شما رهبرای سیاسی جهان شوین در دنیا. ابو جهل ابو لهب گفت میخواین که رهبر سیاسی جهان شوین و آخرتتان هم در جنت فردوس باشه. چی بخوایم؟ گفت بگوین که لا اله الا الله. و گفتن عجب انسان است، ما میخوایم میره بکشیم، میره قتل بکنیم، امی برنامه را شب ساختی که ما را رهبر جهان شویم. گفت بله ما میخوایم شما رهبر جهان شوین، مسلمان شوین. الله متعال رهبریت جهان بر شما چی میکنه؟ میده. از این خاطر وقتی که عمر رضی الله عنه مسلمان شد، دست چند قاره حکومت عمر رضی الله عنه بود؟ قاره اروپا، آسیا و افریقا.
حکومت عمر رضی الله عنه رسیده بود. کشتی هایی که معاویه رضی الله عنه در وقت عمر رضی الله عنه ساخته بود، بحیره مدیترانه را چهار طرفش هم مثلا لنگر منداخت. این چی بود؟ این بود که عمر رضی الله عنه وقتی که لا اله الا، در حالی که امی عمر، کدام عمر بود؟ عمو عمر بود که شمشیر خود گرفته بود، آمده بود رسول الله صلی الله علیه و چی میکرد؟ میخواست که به قتل برسانه. پس الله متعال میگه ادفع بالتی هی احسن، تو مقابله بکن با آنچه که بسیار نیک است از سیئت، از زشتی ها را. نحن اعلم ما یصفون، الله میگه ما میفهمیم که آنچه اونا توصیف میکنن، چیزایی که اونا میکنن، چیزی که برنامه میگیرن، چیزی که سخن میگن، الله متعال میگه ما میفهمیم.